در همدمی عرفانی همش یکی به اون یکی فیض نمیرساند، به دهقستان دارن، اثر روی هم میگذارن. این با شمس چنین رابطه ای داشت. با حسام الدین چلبی مثنوی را می نویسه، با صلاح الدین زرکوب میرقصه. میرقصی تنها در رو ببند، هر چی دلت میخواد برقص، ولی نباید بری پیش صلاح الدین زرکوب. بیا تا چند کس، بیا ما چند کس با هم بسازیم، چو شادی کم شود با غم بسازیم. بیا تا با خدا خلوت گزینیم، چو عیسی با چنین مریم بسازیم. همش میگه بیا، تنها نمیخواد بره، تنها این در روحیه‌اش نیست. گر از فرزند آدم کس نماند، چه غم داریم؟